11 سازمان معروف بین المللی با نشر بیانیه خواستند حکومت بلاروس نباید فعال سیاسی فرهاد آدینایف را به تاجیکستان سپارند یا استرداد کنند و یا با هر راه دیگری به بازگشت مجبوری او به تاجیکستان مساعدت نمایند. این سازمان ها عبارتند از فریدم هاوس، فریدم ناو، هیومن کانستانت، عفو بین الملل، انجمن مهاجران آسیای مرکزی، انجمن حقوق مهاجران در آسیای مرکزی، حامیان حقوق شهروندی، مرکز حقوق انسان ویاسنا، هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و خبرنگاران بدون مرز. استیو سویرلوف، نماینده دیدبان حقوق بشری هیومن رایتس واچ، میگوید حکومت تاجیکستان با تعقیبات بین المللیش که بیرون از خاک کشورش مهاجران آسایشته را تهدید و دستگیر میکند معروف است. بلاروس مسئولیت‌های در نفرستادن آدینایف که در آنجا میتواند با شکنجه یا دیگر نمودهای مناسبت خشن روبرو شود دارد و باید این مسئولیت‌ها را رعایت کند. طبق اطلاع سازمان هیومن کانستانت به دادستانی کلی بلاروس حجت‌ها درباره درخواست استرداد فرهاد آدینایف رسیدند که در آن مقامات تاجیکستان آدینایف را در قطار دیگر جنایت‌ها به دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی ماده 307 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نیز گناهکار می‌داند. ماریوس فاسوم، نماینده منطقوی کمیته نروژی هلسینکی در آسیای مرکزی تاکید کرده که مقامات بلاروس باید بلافاصله و بدون قید و شرط آدینایف را آزاد نمایند و به او اجازه دهند به کشور بی‌خطر سوم برود. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و همه شریکان بین المللی بلاروس باید پافشاری نمایند تا مینسک آدینایف را ندهد و باید برای محدود کنی آزادی ها در تاجیکستان نگرانی عمیق نمایند. در بیانیه گفته می شود تاجیکستان آزادی دین را محدود کرده است، فعالیت های دینی از جمله لباس و تعلیم را تنظیم می کند و با اتهامات شبهه آوری افراطگرایی دینی نفران زیادی را به زندان می اندازد. مقامات تاجیکستان تعلیمات اسلامی را منع کرده اند، موعظه ها در مسجد را نظاره می کنند و مساجد رسمی زیادی را بسته اند. با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاجیکستان فعالیت سازمان های دینی زیادی را ممنوع کرده است. 11 سازمان بین الملل همچنین گفتند شکنجه در تاجیکستان غیر قانونی اعلان شده است اما زیاد به کار گرفته می شود. پلیس و مفتشان بازداشت شدگان را مجبور به اعتراف گناه می کنند. از جمله نسبت طرفداران گروه های مخالف مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 از شکنجه کار می گیرند. در این بیانیه همچنین از شکنجه شدن معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حییت یاد شده است. فرهاد آدینایف، فعال جامعه شهروندی و رهبر سابق تلویزیون صفا، روز 25 سپتامبر ضمن عبور مرز بلاروس به قصد کشور اروپایی لیتوا از طرف مقامات بلاروس بازداشت شد. او در بازداشتگاه موقتی شهر گراتنای بلاروس نگهداری می شود. آدینایف 42 ساله با ابتکار مقامات تاجیکستان در لیست جستجوی داخلی اتحاد دولت‌های مستقل قرار داشته است، اما گفته می شود شهروندی روسیه را دارد. آدینایف برای سخنرانی در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به ورشو می رفت و قرار بود که همچون نماینده سازمان مکالمه اوراسیا سخنرانی کند.